فقط دعا کن، خودت رو با دست بیار. آقای دکتر، دیگر چیکار هم کرده میتوانم؟ چیزی که میتوانم گفتم. دعا کن، هرچی از دستمون آید میکنیم. دوام باش، هرچی باشد کاری تر بیاری. لیما جان، برای خنده های زیبایت تمام هستیم را میبخشیدم حلیمه. حلیمه، در کجایم؟ در بیمارخانه. دخترم کجاست؟ در خانه ابی هنر. در یادم هست من به مأموری نکاح بله گفتم. بعد از تو پرسیدند، تو چی گفتی؟ چی گویم؟ تو را پراندن، همه سرسان و پریشان شدیم. یعنی بله نگفتی؟ امیدر هستی؟ متاسفانه نگفتم. عجیب، در دویمان بودیم، حاضر در اینجا در زیر نظارت. من میمیرم. التماس این طور نگوی. بگو اگر میرم شهید میشم. البته همه وقت برای شهید شدن دعا میکردم. لیکن حاضر نی. تو البته شفا میابی. میدانم شفا نمیابم، حس میکنم. مران در انجام نباشد ناقل را میکنم. خیر بگید به من وعده ده. برای چی؟ در جنازه هم گریه نکن مایلش. در جنازه شهیدان گریه نمیکنم. تو از بیحالی چی گفتنت را نمیدانی. باز یک خواهش. گوی گم زد خوشت را. این کاری ناتماممان را انجام ده. خوب شده است. یگید گندوز حلب حلیمه روح النور را بزنی قبول میکنید؟ بله.
رفتنم لوزی مرا انتظارم. به کجا؟ تو رو رفتن نمیمانم حلیمه. اکنون به تو امانت رفتنم لوزی. حلیمه 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 ایستا نرو حلیمه. تو مرا مانده کجا می روی حلیمه جان؟ اجازه دید تا رویم. یکی بیا رفتی. حلیمه حلیمه تو را از دست دادم اما بچم را هرگز. اگر او را هم از دست دهم دیگر معنای زندگی برایم وجود ندارد. قسم به نام خدا که او را از دست تنجر خلاص میکنم. قسم به نام خدا. تنجر والا سنت تنجر کودک را گذار. این هم از گریهش سرم ورم کرد. سلاحم را هم پرتویم. از کودک دور شو. با خون افلاست او را آلوده مکن. مرد بر این گفتی. مرحمت وقتی میدان است. میبخشه. قطار بر وقت رفت. آخر به سلاحم. مگر بگناه را پروندی وظیفه‌ات از دست میرود. مگر خبر نداری؟ من از کار رفتم. من پلیس نیستم. پس کی هستی؟ جلاد. آواز از اینجا اومد. دال مرا زدی. شخصی به سلاح را پروندی. بله تو سلاح نداری ولی آدم نیستی تنجر.
پروا نکن. مسئله سلاح را من حل میکنم. آرام شو باشه جانم. تو ذره‌ای هم نترسیدی. چی شد اینجا؟ سردارم تجار به لعنتی حق پیوست. فهمون با مویو یا اینکه گوش کن سلاح داشت میپراند. من خود را مدافع کردم. تو خود مطمئنی که خود محافظت کردی؟ سردارم یگان دلیل دیگری دارد مگر؟ بچه هم اومدن. سردارم فوته گرسنه است. بیاید زودتر از اینجا رویم. این حرامی را خودی مسئولان میبرند. یکی